خب بذارید از فضای مجازی شروع کنیم و سایت 365 اسکورس گفته که مذاکرات الوعده امارات با مهدی قائدی آغاز شده و اگه اتفاق خاصی رخ نده این بازیکن به زودی همتیمی احمد نوراللهی میشه. رویلسیانی هم بازیکن تیم پرسپولیس گفته که به مسئولین تیم ملی گرجستان گفتم که پرسپولیس به من همه چیز داده و نمیتونم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشم و گفته که نماینده پرسپولیس و ایران در یورو 24 هستن. نیستش ولی خب باید مراقب باشم که ریسک بالایی ممکن داشته باشه، ولی خب باید رعایت کنم تا آماده بشم. ولی خب تصمیم گرفتم که به هر حال این بازی رو انجام بدم. پرسپولیس بر من خیلی از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. خب منو دعوت کردن برای بازی ملی، از من خواستن که مراقب باشم، از من زنگ زدن گفتن که باید مراقب باشم، آماده باشم برای بازی‌های لیگ اروپا. بهشون گفتم که این تیم همه چیز به من داده و نمیتونم بی‌تفاوت باشم و باید براشون بازی کنم. هر کاری که از دستم بر بیاد باید براشون انجام بدم. فکر کنم تو بعد از این مسابقه، البته خیلی میدونم خیلی محبوبی بین پرسپولیسیا، ولی فکر کنم با این جملاتی که گفتی بسیار محبوب‌ترم بشین که تو بالاخره پرسپولیس رو همپای تیم ملی کشورت بهش اهمیت میدی و همه جوره خودت رو براش خرج میکنی، براش مایه میذاری و این فوق‌العاده است. اینو نمیگم که بین اون محبوب تر بشم، این چیزی که وجود داره و من این کار رو انجام میدم. واقعا مصدوم بودم ولی با این حال بازی کردم تو این بازی. خب خیلی درد زیادی داشتم ولی با این حال تونستم بازی کنم. خب ولی از این کار پشیمون نیستم. تیم خیبر خرم‌آباد در یک قدمی لیگ برتر. این تیم توانست در هفته 32 لیگ دسته یک موفق شد با نتیجه 6-2 استقلال ملاثانی را شکست دهد. خیبر با این پیروزی 73 امتیازی شد و در یک قدمی جشن صعود به لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت. یک سال پیش تو چنین روزی قرار بود خون بدن جام ندن، ولی خب هم جام دادن هم خون. امیدوارم امسال حداقل بتونن به وعدهشون عمل کنن و جامو دریافت کنن. بچه‌ها تو گرم کردن دیدین اینا فکر کردن ما عقب میکشیم، کور خوندم. ببین ربات دادیم، ربات که دادیم هیچی، خون میدیم اینجا. امروز ما نمیذاریم اینا که ما خوشحالی کنن، خون میدیم امروز، خون میدیم. این جام مال ماه، در ما براش زحمت کشیدیم، این جام مال ماه. میریم یه یارزا، 1 2 3 عادل فردوسی پور گفته که فساد در فوتبال ایران فراتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. فساد به رسانه‌ها و تلویزیون هم رخنه کرده و همه تو شریک هستن. هواداران تیم فجر سپاسی هم این گونه از شکست تیمشان خشمگین شدند و اعتراض کردند. یاسین بونو دروازه‌بان مراکشی الهلال و کریستیانو رونالدو مهاجم النصر جوایز دستکش طلا و کفش طلای لیگ حرفه‌ای عربستان را دریافت کردند. تاوان سنگین 2 اشتباه بزرگ به قیمت از دست رفتن 2 جام. منتظر و اورونوف ستاره هایی که کادر فنی استقلال آنها را نخواست. یکی استقلال را از جام حذفی حذف کرد و دیگری یک تنه پرسپولیس را تا صدر جدول بالا کشید. اینا نمیخوان استقلال قهرمان لیگ برتر بشه. هاشم بیگزاده پاسخ این سوال را میده. تیمی که تو 8 سال گذشته هم قهرمان شده هم نایب قهرمانی به دست آورده
من فکر میکنم نمیتونه این یه برنامه‌ریزی حالا یه دولت باشه یا مثلا یه ارگانی باشه که اینا هر سال یا قهرمان بشن یا نایب قهرمان. ببینید پارسال من یادم آقای گل محمدی میگفت نمیخوان و نمیذارن تیم ما قهرمان بشه. اینو یادتون هست؟ بله گفتن. ولی قهرمان شد. سگانه گرفت. بله، حالا سگانه چهارگانه مهم نیست. نه میگم همه جام‌ها رو حالا اتفاق نمیفته. میگم این جام‌ها رو گرفت. بله. بعد حالا امسال هم حالا استقلال یا هوادارا یا حالا کادر استقلال میگن که آقا نمیذارن ما تیممون قهرمان بشه و نمیخواد. اوکی، ما میگیم شاید این حرفشون آقا 1% بگیم درسته، ولی وقت این نیست که بخوان الان راجع به این موضوع صحبت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه یه هفته بیشتر نمونده، به خاطر اینکه تا قبل هفته 28م هم استقلال صدر جدول بود و هم قهرمانی دست استقلال بود. اگه بازی نساجی اگه برده بود بازی نساجی رو مثلا میتونست ببره، شرایط خیلی فرق میکرد و این حرفا به وجود نمیومد، حاشیه‌ها به وجود نمیومد تا تمرکز بیشتری بذارن برای بازی آخر. همه چیز دست خود استقلال بود دیگه. مثل الان که اگه پرسپولیس ببره قهرمان میشه. پرسپولیس هفته قبلترش با نساجی بازی کرد دیگه، 10 نفره هم شد. بازی هم 1-1 بود، 2-1 بود، 10 نفره هم بود. یا همین بازی آخر پرسپولیس تا دقیقه 75 76 3-0 عقب بود. کسی فکر نمی‌کرد 4 تا گل بزنن. حالا خیلی هم میگن رو تعصب نیست، ما باید حقیقت و واقعیت رو ببینیم. وقتی میاد 4 تا گل میزنه، به نظر من داوری زیاد نمیتونه تاثیر گذاشته باشه روی این بازی. به هر حال یه سری حرفاست، من اینو مالا دیروزم گفتم، اینا بیشتر رسانه‌ایه. مثلا میگن که اون فشار از خودشون کمتر بکنه. بعد حالا مسائل فنی رو زیاد نمیدونم صحبت کنم، ولی واقعا تیمی که میتونه برگرده کامبک بزنه یا جلوی شمس‌آزاد تو قزوین بتونه نتیجه رو بگیره، حالا من این موضوعی داشتم فکر می‌کردم آقا مجید که این یه حالت گولزنک داشت برای استقلال. چرا؟ به بازی که کامبک زد، به خاطر اینکه تا دقیقه 75 3-0 بودن و استقلالی قطعا میدونستن، اخبار رو دنبال میکنن، قطعا میدونستن که این بازی 3-0 ما با همین مساوی هم با احتیاط میتونیم اختلافو بیشتر امیدوارتر بشیم و قهرمان بشیم. ولی اشتباه استقلال بود. استقلال 3 تا فینال داشت، باید 3 تا هم میبرد و باید ببره. پرسپولیس هم همینطور، چون دارن برای قهرمانی میجنگن. اصلا اون رویکرد به نظر من تاثیر گذاشت رو تیم استقلال. شاید گوله اونو خوردن که گفتن خب 3-0 دیگه قطعا بر نمیگردن و حالا ما اینجا مساوی بگیریم بهتره. اتفاقایی که تو فوتبال میفته و هفته آخرم هنوز میگم برای استقلال و هوادار استقلال هیچ چیزی تموم نشده. دوست دارم حمایت کنن آقا، هم استقلال هم پرسپولیس. بله. حمایت کنن ان شاءالله هر تیمی که لیاقت بیشتری داشته باشه میتونه قهرمان بشه.